گاهی فرزندان کاری میکنن یا حرفی میزنن که باعث ناراحتی یا عصبانیت والدین میشن. در اینجا واکنش والدین خیلی مهمه. اگر پدر یا مادر نتواند خشم خودش را کنترل کند و با عصبانیت و تندی با کودک برخورد کند یا خدای نکرده او را بزند، و شخصیت و روان او لطمه جدی وارد کرده. اینطوری کودک تربیت نمیشه. امیرالمؤمنین فرمود لا ادب مع الغضب. با خشم و عصبانیت و پرخاشگری تربیت امکان ندارد. کودک این گونه ادب نمیشه. در این شرایط پدر یا مادر بهتر است منطقی و عقلانی برخورد کند و به فرزندش دوستانه تذکر بدهد. بگه کار خوبی نکردی، بهتر بود این حرف را نمیزدی. نه اینکه شخصیتش را تخریب کند، بگوید تو آدم نمیشی یا تو به درد نمیخوری.